امروز شاهد بازسازی صحنه جنایت هولناکی هستیش که توسط 2 نفر اراذل اوباش اجیر شده داریم بازسازی صحنه رو انجام میدیم و قصه شرارت این افراد به این شکل بوده که میان و در همین محلی که الان ما قرار گرفتیم، دقیقاً جلوی همین پلاکی که اینجا هستش، در مقابل دریافت 40 میلیون تومان یک شهروندی رو که خودش هم الان به عنوان شاکی هستش و در خدمتشون هستیم، به اجاره یک نفر شرور دیگه‌ای در میان که به نوعی کار اونم شرارت هستش و به شکل بسیار فجیعی از ناحیه دست، پا، انگشتان موجب قطع انگشت این شهروند میشه با ضربات قمه و بدون این که اینا بپرسن که این چه گناهی داره، چه اتفاقی افتاده و به چه شکل بوده، متاسفانه این جنایت هولناک رو انجام میدن. اینها کسانی هستند که از قبل سابقه شرارت و درگیری هم دارن، یکشون سابقه سرقت قبلی هم داره و متاسفانه در این جنایت باز مجدداً میان و این صحنه رو دوباره رقم میزنن. اومدم از باشگاه بیرون، اصلا نمیدونستم، اومدم سمت خونه همین تو همین کوچه، بعد اینا مثلا که تعقیبم کرده بودن، از باشگاه از ماشین پیاده شدم، ساک ورزشیم دستم بود و یه وسیله شخصی اون یکی دستم بود، پیاده شدم دیدم این آقا با شمشیر وایساده جلوم، اومد کوچه رو بست و بعد بهش گفتم که آقا شمشیر چی میگه؟ شمشیر چیه دستت؟ بعد یه دفعه دیدم حمله کرد سمتم و ضربه اول زد تو سرم، بعد این آقا هم از تو کوچه اومد سمتم با شمشیر با زوره، بعد دیگه حمله کردن سمتم، فقط داشتن همینجوری میزدن، هی دستشون میرفت بالا و بعد دیگه. این عکس‌ها متعلق به شماست؟ بله. تو اینه درگیری نمیگفتن چرا دارن این من فقط دارم میزدم چرا. این تصویریه که بعد از این که ضربات شمشیر و قمه رو زمین میفته و تازه اورژانس اومده الان بالا سرش هستش تو این صحنه، اینجا که ملاحظه میفرمایید ضربات قمه و شمشیریه که به پاش، عضله پاش وارد شده، درسته؟ اینجا باز مجددا این انگشت دیگه چیزی نمونده، یعنی شما استخوان سفیدی رو که از انگشتش کامل جدا شده دارید ملاحظه میفرمایید. اینجا هم به همین صورت، یعنی به نوعی سلاخی کردن این نفر رو. حالا من میخوام اینا توضیح بدن علت این کارشون چی بود، چرا این کارو کردید؟ با غلط کردن درست نمیشه. اشتباه کردید؟ خب میدونستید که این نفر چی کار کرده؟ میشناختید ایشونو مگه؟ نمیشناختید؟ شما هر کی بهتون پول بده بایستی مردم رو با قمه و شمشیر بزنید؟ اشتباه کردم. نوع ضربات شما این بود که قطع عضو انجام بدید دیگه، چون به هر حال انگشت عضویت بدن هستش و الان انگشت ایشون دیگه انگشت نشد و تمام شد، تا آخر عمرش بایستی که به این وضعیت زندگی بکنه. مبلغ پولی رو که بهتون دادن نفری رو که شما رو اجیر کرده بود میشناختید؟ نه، یک از دوستان معرفی کرده، یه چیزایی با ما رو گول زد، بگو 50 تومن بهتون میدم شما این کار بکنید. نمیدونستی بالاخره در چنگال پلیس گرفتار خواهی شد و باعث تاوان پس بدین؟ میدونستیم اشتباه کردیم. اشتباه نبوده، جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. من بالا دیدم صدای، یعنی شنیدم صدای کمک ایشونو، بعد پنجره رو باز کردم، پایین رو نگاه کردم، دیدم که خون داره ازشون، دقیقاً هم اینجا بودن چون ما ساختمونمون اونجاست، خون ازشون میرفت. زمانی که داشتن میزدنش شما دیدید یا زمانی؟ نه، من صدای کمک شنیدم، باز کردم دیگه ندیدم، فقط این آقا رو دیدم که داره ازشون همینجوری خون میره. ساعت 2:30 اینا بود، دیدم یه نفر اینجا داره جیغ میزنه، هوادات میزنه، اینطوری دست و پاش کلش اینجاش خون میریزه. من رفتم با دویدم زنگ بزنم 110 بعد زنگ زدم، رفتیم بتادینو آوردم، دیدم واه وضعش خرابه. یک خانم از بالا اینا میگفت کمک کنی زنگ بزنیم پلیس 110. هیچ کس چیز نمیشه، این بیچاره اینجا داد میکشه، هوا میرفت وسط خیابون اون ور این ور، ما هم یه ذره ترسیدیم.